اکنون بیان تفسیر نفاق. قول مؤلف یعنی امام احمد رحمت الله علیه میفرماید که و النفاق هو الكفر. نفاق این کفر است. نفاق این کفر است. ای یکفر بالله و یعبد غیره و یظهر الاسلام فی العلانیه. این که بر الله کفر بیورزد، غیر الله را عبادت کند، پرستش نماید، هر نوع عبادت را از برای غیر الله صرف نماید، این کفر است. و یظهر الاسلام فی العلانیه، و اسلام را در ظاهر بیان کند. مثل منافقین الذين كانوا على عهد رسول الله، مثل آن منافقانی که در عهد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. پس نفاق به معنای بیرون شدن از دین است. نفاق به معنای بیرون شدن از دین است. و منافقان در باطن بیرون از دینند، یعنی کافرند، اما در ظاهر بر آنها حکم اسلام داده می شود، زیرا شعارهای دین اسلام را انجام دادند یا که انجام میدهند و کفر خود را پنهان کردند از مردم. برای همین منافقان سخت‌تر از کافران دیدند. بیشتر از آیات قرآن در شأن این منافقین نازل شده است. اگر اول سوره بقره بخونیم 5 آیه در سوره مؤمنان، از 2 آیه در سوره کافرون، اما باقی مانده آیات در سوره منافقان در بیان منافقان است. و هیچ جامعه و هیچ ملت نیست، هیچ جامعه و هیچ ملت نیست که در آن منافق نباشد. تنها در سوره بقره منافقان 21 مراتب ذکر شده است. تنها در سوره بقره منافقان 21 مراتب ذکر شده است و عدد منافقان تنها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به هزاران نفر میرسید. و یکی از خصلت‌های منافقان این است که در قول و عمل از هیچ چیز خودداری نمی‌کنند. یعنی تمام نهی کرده الله را و رسولش را انجام میدهند، پروایی ندارند. هر چی که الله و رسول من کرده است پروایی ندارد، همون کار انجام رفتن میگیرد و بر ضد شریعت محمد صلی الله علیه و سلم توطئه ها و سخنها میگوید. اگر بنگرید امروز چگونه مردمان زیادی هستند که نسبت شریعت محمد صلی الله علیه و سلم سخنها میگویند، نسبت سنت پیامبر سخن میگویند، بشناسید که آنها منافق هستند. و آلمانی ها و دموکراتیست ها بدتر از منافقان هستند. و منافقان تنها در صورت پیدا به وجود میآیند که اسلام قوی گردد. اگر اسلام قوی باشد منافقان پیدا میشوند. وقتی زیرا اگر اسلام ضعیف باشد کافران کفر خود را آشکار دیگر انجام میدهند و پروایی هم ندارند. به مانند بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه، در مکه، بودن پیامبر در مکه در حالت ضعیفی قرار داشتند. اگر مسلمانان در آنجا در مکه مکرمه در آن زمان اگر که ضعیف نمی بودند خود را پنهان نمیکردند. و بعد دیگر عباره اگر ما معنا بگیریم، هرچند اسلام قوت یابد، هرچند اسلام قوت بیابد، منافق نفاق از بین رفتن میگیرد. هرچند اسلام ضعیف شود نفاق هم پیدا و قوی میگردد. انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که منافقان امروز سخت‌ترند از منافقانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از مرگش، یعنی پیش از مرگ رسول الله بودند. منافقان امروز، این در زمان انس بن مالک است، منافقان امروز سخت‌ترند از منافقانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند پیش از مرگش. یعنی حسن بصری رحمت الله علیه میگوید که در صحیح بخاری ذکر شده است منافق از نفاق در امان نمیماند و تنها مؤمن از آن میترسد، از نفاق میترسد. در فتح الباری شرح صحیح بخاری از ابن حجر. پس مصیبت دشمن داخلی منافقان که خفی و پنهانکاری میکنند، چون اسلام را ظاهر نمودند، کفر را پنهان میکنند، در بین مسلمانان زندگی میکنند، اما از پی ریشه کن کردن اسلام و مسلمانان نقشه ها ترتیب میدهند. برای همین خاطر عذاب منافقان سخت‌تر و بدتر است از عذاب کافران ده و آنها در پایین‌ترین گودان جهنم قرار می‌گیرند. چون که الله می‌فرماید که ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. البته منافقان در پسترین طبقه های آتش هستند و هرگز برایشان یاری دهنده نمیابی که آنها را از آتش دوزخ نجات بدهی. و نفاق در نزد عقیده اهل سنت و الجماعت دو نوع است. نفاق اکبر، نفاق بزرگ که صاحب خود را از دین بیرون میکند، یا صاحبش تماما اسلام را اصلا در داخلش در باطنش قبول نکرده است، یعنی اسلام را نشان دادن، کفر را پنهان کردن. اما نفاق اصغر و خرد باشد از قبیل صفت‌هایی که شریعت آن را نفاق مقرر کرده است، نفاق نامیده است. از قبیل وعده خلافی کردن، دروغ گویی کردن، خیانت نمودن، بر امانت وفا نکردن. و صاحب این گونه انسان ها مثل منافقان هستند. به عنوان تنبلی در نماز، خودنمایی کردن در اعمال عبادت ها و غیره از نفاق اصغر به شمار می روند. و این گونه انسان پناه با سوی الله سزاوار عذاب است. این گونه انسان سزاوار عذاب است، اما بنده را از ایمان کاملا بیرون نمی کند. اما وصف نفاق را، صفت نفاق را در خود کسب کرده است. انسان را کاملا از دین خارج و بیرون نمی کند. پس نوعهای کفر و نفاق برادر و خواهران گرامی اینهایند. نوعهای کفر و نفاق: نوع اول انکار الله در باطن در قلب، انکار الله در باطن در قلب،
یا انکاری بعضی از چیزی که از جانب الله نازل شده است، یا انکار کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا انکار و رد بعضی از چیزی که از جانب رسول الله صلی الله علیه و با احادیث صحیح آمده است، یا که نفرت و بغض به الله یا که رسول الله یا که بر سنت او داشتن، نفرت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن، یا که سرور و خرسندی نمودن بر ضعف اسلام و مسلمانان، یا که بر نصرت و پیروزی مسلمانان حسرت خوردن، یا که بر نصرت و پیروزی کافر بر بالای مسلمانان خوشحال شدن. پس هر که اگر این چیزها را در خود داشته باشد، پناه به سوی الله، در پایین‌ترین و عمیق‌ترین تاریکی جهنم در تحت یهودیان و نصرانیان و مشرکین قرار می‌خواهد گرفت، چون اینها از کفر اکبر به حساب می‌رود. پناه به سوی الله. الله ما را از این پاکیزگی نگاه می‌دارد. از کفر اکبر به حساب می‌رود. یک بار دیگر نوع‌های کفر و نفاق. نوع اول گفتیم انکار الله در باطن، در قلب یا که در ظاهر. اگر از باب نفاق بگیریم در باطن، از باب ظاهر بگیریم در کفر. انکار بعضی از آن چیزی که الله نازل کرده است در کتابش توسط پیامبرش، یا انکار کردن رسول الله صلی الله علیه و یا انکار کردن بعضی از آن چیزی که رسول الله آورده است با احادیث صحیح، یا که نفرت و بغض به آن چیزی که الله نازل کرده است، یا که نفرت و بغض بر آن چیزی که رسول الله آورده است، سرور و خرسندی نمودن بر ضعیفی مسلمانان و اسلام، یا که نصرت و پیروزی مسلمانان بر کافران بعدش می آید. پس هر کی یک از این 8 امور و این وصف را در خود داشته باشد، العیاذ بالله باید در نفاق اکبر است، در پایین‌ترین و عمیق‌ترین و تاریکی جهنم تحت یهودیان و نصرانیان و مشرکین قرار می‌گیرد. پناه به سوی الله. اما نوع دوم کفر جهود است. کفر انکار و جهود میگویند، مانند انکار و تکذیب الله و پیامبرش. کفر نفاق در باطن است، اما کفر جهود باشد انکار در ظاهر، مانند کفر فرعون. و نوع سوم کفر رد و امتناع است، رد کردن، سرپیچی کردن یا تکبری، اینکه امر الله و امر رسول الله را رد کردن با تکبری، در مقابل امر الله و امر رسول الله مقابلیت نشان دادن، مثل کفر ابو طالب. و نوع چهارم کفر شک و گمان است. کفر شک و گمان مانند شک کردن در ربوبیت الله. الله خالق است، رازق است، مالک است، زنده گرداننده و میراننده است. چون که مشرکان حاضر هستند، مثلا از شیعیان، از صوفیای مشرک، همه اینا را از در غیر الله نسبت میدهند. یا شک کردن در الوهیت او، عبادت رو از برای غیر الله صرف کردن، یا شک کردن در فرشتگان، یا شک کردن در یک از پیامبران، یا شک کردن در یک از کتاب‌ها، یا شک کردن در بهشت یا دوزخ یا جنت و بهشت، عذاب قبر، رستاخیز یا فرارسی قیامت. همه اینا کفر هستند. و نوع پنجم کفر اعراض می شود، یا رویگردانی. اعراض و رویگردانی، نآموختن دین الله و عمل نکردن با دین الله. یعنی الله آنچه که از جانب رسول الله به ما آورده است، بر آن الله را عبادت نکنی. پس این 5 نوع‌های کفر صاحب خود را ابدی در جهنم قرار می‌دهد. کفر نفاق، کفر تکذیب، کفر جحود، کفر رد، کفر استکبار، تکبری، کفر شک و کفر گمان. همه اینا بزرگترین کفر هستند که صاحبش را در دین از دین خارج میکند. صاحبش را از دین خارج میکند. باید در این احتیاط رو پیشه گرفت. و همچنین شرک و تمام اعمال انسان رو حبطه میکند و نابود میسازد و صاحبش را از دایره اسلام برآورده به دایره کفر میاندازد. شرک اکبر، به این نوع شرک اکبر گفته میشود. انسان را از اسلام بیرون میکند، در دایره کفر داخل نمی‌آید. اما شرک اصغر انسان را از دایره اسلام بیرون نمیکند، بلکه اعمال او را حبطه میکند. اعمالی که به شرک خرد آمیخته میشود، اعمالش حبطه میشود. اعمالی که به شرک بزرگ آمیخته میشود، اعمالش حبطه میشود و خود انسان از دایره اسلام خارج میشود. و شرک در لغت برابر کردن مخلوق با الله است، یا آنچه که خصوصیت الله است اون در غیر الله صرف کردن، و در اصطلاح برابر کردن مخلوق با الله در نامه‌ها یا که فعل‌ها یا که صفات‌ها یا که احکامش. اینم شرک است. اگر در اصطلاح دیگر بگیریم، شرک این صرف کردن نمودی از نمودهای عبادت از برای غیر الله، اگرچه که آن عبادت که انسان از برای غیر الله صرف می‌کند ملائکه مقرب الله باشد، اولیاء باشد، عالم باشد، عابد باشد، راهبر باشد، بود باشد، درخت باشد، آفتاب باشد، مهتاب باشد، درهم و دینار باشد، هر چیزی که باشد، یا پیروی نفس هوا و هوس باشد، به سبب آن چیزایی که ما بیان کردیم، بسیاری از مردم شاید در این واقع شدند، با پروردگارشان شریک کردند. هر کسی که از غیر الله حاجت پرسید، از غیر او سبحانه و تعالی، از شخص غایب یا مرده یاری پرسید، یا طلب مدد نمود، یا اعتقاد بر آن کند که غیر الله فایده میرساند، یا که ضرر میرساند، یا بیمار را شفا میدهد، یا گمشده را پیدا میکند، یا مظلوم را نصرت میدهد، در حقیقت به الله شرک کرده است. و شرک به دو نوع تقسیم میشه: شرک اکبر است و شرک اصغر است. شرک اکبر صاحبش را از دین خارج میکند و آن گفتیم نوعی از نوعهای عبادت را در غیر الله صرف کردن است. صرف کردن نوعی از نوعهای عبادت در غیر الله سبحانه و تعالی مانند دعا، کمک، یاری، مدد، ذبح و قربانی، رکوع، سجده برای غیر الله،
همه اینها و نصوص کتاب و سنت برای خطرناک بودن شرک و بزرگ بودن این امر و بزرگ بودن بلا این مصیبت دلالت میکند. پس این امر آسان است، بلکه از کشتار، از زنا، از دزدی، از ربا، از خوردن مال یتیم، حتی از همخوابگی با خواهر با مادر ده بدتر است. این شرک خطرناکتر است. الله سبحانه و تعالی ما و شما رو بندگان الله به سوی عبادت خود دعوت میکند و میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم پروردگارتون را عبادت نمایید. الذی خلقکم، آن پروردگار شما را آفرید، و الذین من قبلکم، آن پروردگار پیش از شما بندگان را همه چیز را آفرید، لعلکم تتقون، باید شما از جمله پرهیزگاران قرار بگیرید. در سوره بقره. و میفرماید که الذی جعل لکم الارض فراشا، آن پروردگاری که برای شما زمین را گسترده کرده، و السماء بنا، آسمان را برای شما سقف قرار داد، و انزل من السماء، از آسمان برای شما آب فرود آورد، و اخرج به من الثمرات رزقا لکم، از برای شما از این زمین رزق فراوان آورد. فلا تجعلوا لله اندادا، پس از برای الله شریکان قرار ندهید در حالی که میدونید. و الله میفرماید که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی شریک قرار ندهید. و میفرماید که و اذ قال لقمان لابنه، هنگامی که لقمان به پسرش گفت، و هو یعظه، در حالی که پسرش رو موعظه میکرد، پند میداد، یا بنی، ای فرزندی من، لا تشرک بالله، بر الله چیزی را شریک قرار نده، ان الشرک لظلم عظیم، بدرسته که شرک یک گناه عظیم است. و الله میفرماید که قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا، بگو تعالی بیایید به سوی حق، بیایید به سوی آنچه که من برای شمایان آن را تلاوت می‌نمایم، آنچه که الله برای شما حرام قرار داد، اینکه بر الله چیزی را شریک قرار ندهید. و الله میفرماید که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منه و بطن، بگو ای محمد بر این مردم که الله حرام گردانید فاحشه ها و بدی ها را، آنچه که ظاهر پنهان است، و الاثم بغیر و البغي بغیر حق، و اثم و گناه و ستم را بر ناحق حرام قرار داد، و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان، و آنچه که شما بر الله شریک قرار بدید که الله اصلا بر نازل کرده نیست، و آنچه چیزی که شریک الله تعالی بدونید که دلیل بر حقانیت آن اصلا وجود ندارد، و ان تقول علی الله ما لا تعلمون، و بر الله چیز سخن را بگویید که نمیدونید. برای بدون علم سخن کردن هم این یک جرم و یک ظلم ستم است برای نفس بنده خودش. و الله سبحانه و تعالی خطر شرک رو بر بندگانش بیان کرده، میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون شک و تردید بیگمان الله تعالی این گناه رو، این شرک رو نمی آمرزد. این شرک رو الله سبحانه و تعالی نمی آمرزد و غیر از شرک هر چیز دیگری که است او را می آمرزد. درس رو گوش بدهید، نوشتن رو بگذارید، درس رو گوش بدهید. بارک الله فیکم. و میفرماید که و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما، اگر هر کسی بر الله کسی چیزی را شریک قرار بدهد، بدرست یک گناه عظیم رو، گناه بزرگی رو قرار گرفته است. الله میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، الله شرک رو نمی آموزد و غیر شرک از برای هر کس هر چیزی بخواد می آموزد. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، هر کس که به الله شرک بیارد بدرست در یک گمراهی عمیق چقور در آمده است. و الله میفرماید که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بدرست که اون کسانی کافرشون از اهل کتاب و مشرکان، فی نار جهنم، در آتش جهنم قرار میگیرن، خالدین فیها، در آن جاودانه میمونن، اولئک هم شر البریه، آنها بدترین انسان هستند، بدترین آفرینش هستند، کسانی که به الله شرک میارن. و الله میفرماید که و من اضل ممن یدعو من دون الله، کیست گمراهتر از آن کسی که به غیر الله کسی چیزی را عبادت می‌نماید. من لا یستجیب له الی یوم القیامه، آن کسی را عبادت می‌نماید، از آن کسی دعا و کمک یاری می‌خواهد که تا روز قیامت را اگر بخواهد دعای او را نمی‌پذیرد، دعای او را نمی‌شنود. و هم عن دعای غافلون، در حالی که آنهایی که مردگانی که تو از او کمک یاری مدد می‌خواهی، از این شیخ و پیرو، اصلا تا روز قیامت اگر آنها را بخوانی آنها از دعای تو در غافل هستند، دعای تو را اصلا نمی‌شنوند، درک نمی‌کنند. و سوم این که شرک تمام اعمال بنده رو حبطه و نابود می‌سازد، چون الله می‌فرماید که ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اگر اینو شرک بیورزن لحبط، به تحقیق اعمال آنها، آن کارهایی که خیر انجام دادن، همه اعمال آنها حبطه میشود، نابود میگردد. و الله میفرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، به درستی که اوحی الیک، برای تو ای محمد وحی شد، و آن پیامبرانی که پیش از تو بودن بر آنها وحی شد. چی وحی شد؟ لئن اشرکت، اگر که شرک به الله بیاوری لیحبطن، به تحقیق که عملت حبطه می شود، ولا تکونن من الخاسرین، و از جمله هلاک شدگان، قطعا که از جمله زیانکاران و هلاک شدگان قرار میگیری. و چهارم، هر که در حال بیمیرد که به الله متعال شرک میورزد، همیشه و جاوید در آتش جهنم باقی میماند.
هر کی الله را ملاقات نماید در حالی که شرک ورزیده است در آتش جهنم ابدی و جاودانه میماند. چون الله میفرماید و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله و برای الله متعال همتایان قائلش میشوند تا دیگران را نیز از راه او از راه الله گمراه بسازند. قل تمتع بکفرک قلیلا، بگو بر آنها ای پیامبر اندک زمانی با این ناسپاسی خود از نعمتهای الهی در این دنیا بهره‌مند شوید. انک من اصحاب النار، به درستی که در آخرت از آتش جهنم قرار میگیرید، از اهل جهنم قرار میگیرید دیگه در آن روز. و همچنین الله میفرماید که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، به درستی که هر کسی که بر الله شریک بیورزد، شریک بیاورد، کسی را همتای او قرار بدهد، کسی را که غیر الله عبادت نماید، از کسی دعا و کمک یاری مدد طلب نماید، از هر کسی، از مردگان، از شیخا، از پیرا، چی فرمود؟ فقط حرم، به درستی که الله جنت را برای وی حرام قرار داد و مأواه النار و جایگاه وی آتش می شود و ما للظالمین من انصار، دیگر هیچ برای این ظالمان هیچ نصرت دهنده نیست، دیگر هیچ نصرت دهنده دیگر نیست. و قول الله را خوانید که درستی که اون کسانی کافر شدن از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنم جاودانه باقی میمونند که اینها بدترین آفریننده های الله هستند و خاطر آن شرک آوردن. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، و این اعلام است از جانب الله، یک اعلان و اعلام است از جانب الله متعال و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر، در عید قربان، که الله متعال و پیامبر است از مشرکان بیزار است. الله از مشرکان بیزار است و پیامبر از مشرکان بیزار است در سوره توبه. پس این است اعتقاد صحیح. چون مردمانی هستند که امروز مشرکان و دوستان خود میگیرن، بلکه علاوه بر این با بر ضد اهل توحید میجنگن. ان الله بریء من المشرکین، الله از مشرکان بیزار است و رسول الله از مشرکان بیزار است. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند کسی در حال بیمیرد که غیر الله را معبود قرار نداده است و از او یاری و مدد کمک نطلبیده است داخل بهش میشود. کسی در حال بیمیرد که، خوب گوش بدهید، در روایت بخاری است، کسی در حال بیمیرد که غیر الله را معبود قرار داده است، از او دعا و کمک یاری مدد طلب کرده است و به توبه کردن از این دنیا گذشته است، او داخل دوزخ خواهد شد. و در روایت جابر ابن عبدالله هر شخصی که در حال به نزد الله حاضر شود یا که شخص در حال به نزد الله حاضر کرده شود که از شرک پاک و مطهر باشد داخل بهش خواهد شد، و شخصی که شرک ورزده باشد در این حالت از دنیا گذشته باشد جایش دوزخ خواهد شد. در روایت مسلم و در حدیث قدسی آمده است که الله میفرماید کسی که عمل را انجام دهد و در آن عملش من را با آن شریک قرار دهد، خود آن بنده و عمل بنده ترک کرده می شود. اما شرک اصغر باشد، شرک خرد، هر قول و عملی که سبب رسیدن در شرک اکبر باشد، هر قول و سخن و عملی که سبب رسیدن بر شرک اکبر باشد شرک اصغر نامیده می شود. از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند در روایت احمد و بیهقی در شعب الایمان بغوی در شرح سنه، خوفی که من درباره شما دارم بر شما دارم این خوف شرک اصغر است، شرک خرد است. پرسیده شد که شرک اصغر چیست ای رسول الله؟ گفتند که ریا است. با مانند اختیار کردن مسجد در داخل قبرستان یا که نماز در قبرستان گذاشتن یا که در داخل قبرستان مسجد بنا کردن، هر کس این کارو کنه در لعنت الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. از روایت عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان از رسول الله صلی الله علیه و در بیماریش که از آن بیماری دیگر برنخواست فرمودند که در روایت بخاری و مسلم است لعنت الله بر یهود و نصرانیان باد. برای چه الله رسول الله آنها را لعنت کرد؟ لعنت آنها شامل آن کسی که اگر عمل آنها را انجام میداد شامل میشود. لعنت الله بر یهود و نصرانیان بود. به خاطر چیز؟ چون قبر پیامبرانشون مسجد قرار دادن. حاضر میبینی قبرستان رو به مسجد قرار تبدیل میدن، یا که در داخل مسجدها شخصی رو میگرونن. و نمودهای شرک اصغر، این شرک خود دو نوع شرک اصغر است: شرک خفی پنهان و نهان و شرک ظاهر آشکار است. یکم شرک خفی با مانند شرک در نیت و اراده و ضعف. شرک در نیت این شرک خفی است، در اراده، در ضعف. بعضی از مثال ها ریا، خودنمایی، یعنی وقت شخص کار را انجام میدهد که او را به الله نزدیک میکند، اما او میخواهد که مردم او را برای این کارش ستایش کنند.
یا شنونده با تلاوت قرآن کریم تا مردم آن را بشنوند و ستایش و مدح کنند تلاوت میکند. دوم شرک ظاهر که دو نوع است. شرک در لفظ در سخن است و شرک در عمل است. در لفظ در سخن، شرک در عمل. اول نمودهای شرک اصغر، شرک اکبر را در بالا ذکر نمودیم قسم آن را. نمودهای شرک اصغر خرد گفتیم دو نوع است. شرک خفی پنهان نهان است که شرک خفی گفتیم نوع در نیت، اراده و قصد می شود، ریا و خودنمایی. اما شرک در ظاهر گفتیم دو نوع است. شرک در لفظ در سخن و شرک در عمل. شرک در سخن مثال سوگند خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی، سوگند قسم خوردن به غیر الله، قسم به مادر، پدر، بیبی و نمیدونم به هر چی، به سنگ، به زن، هر چی، این شرک است. علیه بالله این عمل شرک است، زشت است. این چون رسول الله صلی الله علیه و آله آگاه کنونید امتش را، در روایت بخاری است گفتن آگاه باشید الله شما را از این که به پدران خود سوگند بخورید من کرده است. الله شما را به این که با پدران خود سوگند بخورید من کرده است. اگر کسی بخواهد سوگند بخورد پس به نام الله سوگند بخورد وگرنه خاموش بایستد. و از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کسی که غیر الله قسم بخورد به دوستی که شرک ورده است. در روایت ابی داود و احمد و ترمذی سوگند خوردن به کعبه، سوگند خوردن به امانت، به شرف، به کودک، به کمک، به برکت فعل، جان فلانی، زن، نمیدونم ولی، پدر، مادر، سری فرزند، همه اینا شرک هستند، جایز نیست، حرام است. اگر کسی مرتکب چنین کاری شود، اگر این شرک و این نمودهای شرک رو با زبان بگوید که این شرک لفظی هست، با زبان بگوید، کفاره آن لا اله الا الله گفتن است. کفاره آن لا اله الا الله گفتن است، چون که در روایت بخاری و مسلم است. در حدیث صحیح است که کسی که بلاد و عزا نامه‌های بتان که در وقت جاهلیت عرب ها میپرستند با آنها سوگند بخورد، برای کفاره آن لا اله الا الله بگوید گفتن صلی الله علیه و آله. همچنین بعضی از کلمه‌های شرک‌آمیز و حرام دیگری هم وجود دارد که در زبان بسیاری از مردم گفته می شود. با اونان که میگویند که به الله و به تو پناه میبرم، یا که توکل من به الله و به تو، از جانب الله از جانب تو، یا کسی جز الله و تو رو ندارم، در آسمان الله در زمین تو رو دارم، اگر الله و فلانی نمی بود و میگذارد. فهمو؟ پس روش صحیح و درست این عباره ها این است که در میان این جمله ها کلمه سپس رو استفاده بری، نه و سپس رو. مثلا بگه که اعتماد به الله هست و سپس بر تو، یا که میگن بعضی از مردم میگه زمانه چقدر نامرد است که یک نوعی از دشنام بر زمان است که این جایز نیست، حرام است. یا که این زمانه بد است، یا که این ساعت بد است، یا که زمانه فریبکار است و غیر از اینها. چون در حدیث رسول الله بر دهر بر زمانه دشناندن را منع کرده است، چون این زمانه مخلوق الله سبحانه و تعالی است و الله خالق این زمان است. یا که واژه‌های نوپیدا شدگی است که مخالف توحید است. سوسیالیسم اسلامی، دموکراسی اسلامی، خواست ملت و خواست پروردگار، دین از آن الله است، وطن از آن همه است، به نام عربیت، به نام ملت، به نام وطن، به نام استقلال، همه عملهای شرکی هستند. یا همچنین گفتن کلمه‌های مالک الملک، شاهنشاه، قاضی، قضات، مانند این عبارات در بشریت استفاده می‌برند. یا که استفاده کردن لفظ سید برای شخص منافق یا که کافر، یک منافق از یک کافر است برای سیدی خود قرار می‌دهی. یا که استفاده کردن کلمه لو، اگر، در ناراضگی، در پشیمانی، در حسرت، همه اینو استفاده اگر استفاده می‌برند. اگر فلان نمیشد، اگر این کار نمیشد، این طرف نمیشد، اگر این کار نمیشد، این طرف، همه این لفظ شرکی هستند. بعد از اینا پرهیزگاری کرد. یا که در دعا میگه که اللهم اغفر لی ان شئت، پروردگار اگر بخوای مرا بیامرز. این لفظ شرکی هستند، از اینا باید انسان پرهیزگاری نماید. یک شخص منافق رو سید میگویی، راهبر کلانش میگویی، بزرگش میدونی. بله این همه شرکای لفظی بودن، در لفظای مردم بسیار میپیچند. بعد از اینا پرهیزگاری و برحذر بود. دوم شرک در عمل می شود. شرک در عمل و مثل آویزان کردن تومار، برگردان ها، ماشین ها، خانه ها، یا که دیگر انواع رشته ها، سنگ ها یا چیزهایی که به خاطر نفع یا که دفع ضرر یا ترس یا چشم بندی بسته میشن، هم اینا شرک هستند. اینا شرک گفتیم چی در عمل هست. چون که رسول صلی الله علیه و آله فرمودند در روایت ابن مسعود است، ابی داود و ابن ماجه و احمد روایت می‌نماید که به درستی که رقیه، تومار و تیواله، مهره چشمی و غیره شرک است. گفتند که رقیه از رقیه‌های شرکی. و همچنین از عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه روایت می‌کند که گفت ما در زمان پیش از اسلام یعنی رقیه می‌کردیم. پس گفتیم ای رسول الله صلی الله علیه و آله این رو چگونه می‌بینید؟ یعنی که این رقیه که ما می‌خونیم آیا برای شما این خوش است، آیا این درست است، درست نیست؟ فرمان رقیه‌های خود را گفتند به من نشان بدهید تا زمانی که در آن شرک نباشد هیچ باکی ندارد. پس شرک از بزرگترین نوع‌های ظلم است، یکی عظیمترین و بزرگترین که بعد این دیگر ظلمی نیست، این آخرین ظلم است شرک. و از ظلم گذاشتن چیزی در غیر موضعش است، گذاشتن حق یا تجاوز نمودن آن،
یا گذاشتن چیز در غیر محلش، یا کم زیاد نمودن آن، یا تجاوز نمودن حدود شریعت را. همه این چی است؟ این ظلم است. و از ظلم دو نوع است. ظلم یکم ظلم شخصی که به خود ستم میکند. ظلم دو نوع است. یکم ظلم شخصی که به خود ستم میکند و این ظلم شخصی که به خود ستم میکند این دو نوع است. قسم اول ظلم و ستم نمودن انسان بر نفسش، بر نفس خودش، که انسان در هلاکت ابدی در شرک اکبر واقع می شود. این نوع ظلم از بزرگترین ظلم است که انسان در خود روا می‌بیند، صاحبش را از دین خارج می‌کند یا نوعی از نوع عبادت در غیر الله صرف می‌کند. چون الله می‌فرماید که والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، آن کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم با شرک آمیخته نکردند، اولئک لهم الامن، اینا هستند در امانی در دنیا و آخرت، و هم مهتدون، اینا هستند هدایت یافتگان. پس اهل هدایت رو الله در چی وصف کرد؟ در آن که شرک به الله نمی‌آورند، اینا هدایت یافتگان هستند، اینا در امان هستند. پس هر کس شرک و در امان نیست، در هدایت نیست. و قول الله سبحانه و تعالی و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان بر فرزندش هنگامی وی رو موعظه میکرد چی گفت؟ یا بنی، ای فرزند من، لا تشرک بالله، بر الله شرک نآور، ان الشرک لظلم عظیم، بدون شرک یک گناه عظیم است. و قسم دوم ظلم انسان نفسش را با انجام گناه و معصیت. چون الله میفرماید که و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم، هر کی عمل ناشایسته مرتکب میشود، که هر کی شاید مرتکب شود یا با نافرمانی از دستور الله تعالی که رسولش به خود ستم میکند و سپس از الله متعال آمرزش میخواد، الله سبحانه و تعالی را آمرزنده مهربان میبیند. نوع دوم ظلم انسان غیرت رو ظلم میکنی، یا که بر حیوانها بر آدمها ظلم میکنی. در حدیث قدسی از ابوذر از غفاری از پیامبر الله صلی الله علیه و روایت است که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که از قول الله سبحانه در حدیث قدسی، قول الله سبحانه ای بندگان من، ظلم را به خود حرام کرده ام. الله میفرماید من ظلم را به خود حرام کرده ام و آن را نیز میان شما حرام قرار دادم، پس به یکدیگر ظلم نکنید. در روایت مسلم و بخاری. پس از گفته های بالا که ذکر نمودیم تفاوت بین شرک و گناهان دیگر فهمیده میشود. شرک اکبر همه عملها را نابود میکند، برخلاف گناهان خرد که ایمان بنده را کم میکند اما بالکل از بین نمیبرد. هر کسی که شرک اکبر بمیرد الله او را نمیبخشد، اما کسی که از اهل توحید باشد گناهان را انجام بدهد در زیر مشیت الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. مشرک در آتش جاودانه باقی میماند، ابدی میماند، اما موحد باشد هرگز ابدی باقی نمیماند. مشرک به کلی از ایمان محروم شده است، برخلاف موحدی که مرتکب گناهان کرده است، وصف ایمان از او برداشته نمیشود، دو نمیشود. و همچنین فسق اکبر و اصغر، کفر و شرک بزرگترین راه بیرون شدن از دین هستند. برادران گرامی، کفر و شرک بزرگترین راههای بیرون شدن از دین است. علیاذ بالله. هر کس که نوعی از نوعهای عبادت در غیر الله صرف می‌نماید، برای همین عقیده اهل سنت و الجماعت خصلت‌های ایمان و خصلت‌های کفر و خصلت‌های نفاق در انسان جمع می‌شود. اما انسان نمی‌تواند در مورد کفر مسلمان باشد، بلکه خصلت‌های آن را در خود جمع کرده می‌تواند. برخلاف عقیده خوارج، برخلاف عقیده منافقین، برخلاف عقیده اهل بدعت. بارک الله فیکم. پس نفاق اکبر و اصغر در نوبت خود بر دو قسم تقسیم می‌گردد: نفاق عملی و نفاق اعتقادی. نفاق عملی، نفاق اعتقادی که بیان کردیم. پس جزای ریاکاری و خودنمایی در دنیا، جزای شخص ریاکار و خودنما در این دنیا، کسی که در این دنیا خود ریاکاری و خودنمایی میکند محروم میگردد. محروم گردن از ذکر الله، محروم گشتن از حج و عمره، محروم شدن از محبت مسکینان، دور شدن از عمل کردن بر سنت، دور شدن از صدقه در راه الله، ترک نمازها خاصتا در فرائض و نافله ها، محروم شدن یا که محروم گشتن از پایبندی خویشتباری، محروم گشتن از اقوال و عملهای نیک. محمد بن سعدی انصاری رحمه الله از ابی الدرداء رضی الله عنه روایت می‌نماید که از فروتنی نفاق به الله پناه میبرم. گفتن از فروتنی نفاق به الله پناه میبرم. از او پرسیدن که فروتنی نفاق چگونه است؟ گفت که میبینی که بنده خاشع و فروتن است اما بدنش باشد خاشع و فروتن نشده است. عیسی خودش خاشع و فروتن است که بدنش خاشع و فروتن نشده است. پس الله متعال به پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرمود که در اطرافش، در میان اهل مدینه و گرد و اطراف آن منافقانی هستند که او صلی الله علیه و سلم آنها را نمیشناسد. منافقانی هستند که آنها را میشناسد و منافقانی هستند که آنها را نمیشناسد.
در زمان پیامبر صلی الله علیه و مردم مردان منافق بسیار شدند در مدینه منوره. الله متعال بعضی از آنها را با پیامبر صلی الله علیه و آشکار نمود و پیامبر صلی الله علیه و به حذیفه ابن یمن آنها را شناختانید، آنها را شناسایی نمود و عمر ابن خطاب رضی الله عنه حذیفه را مراقبت میکرد. اگر حذیفه در جنازه‌ای که حضور می‌داشت میت منافق نبود و در جنازه‌ای که حضور نمی‌کرد میت هم مرده منافق بود. و الله سبحانه و تعالی منافقان را درباره بعض دیگری از منافقان و خصلت‌هایشان خبر داد. چون یک در سوره منافقون است: ای پیامبر، اگر می‌خواستیم آنها را بر تو نشان بدهیم که باطن ایشان را از ظاهرشان بازشناسی و مسلمانان از شیوه سخنانشان با خوبی آنها را خواهی شناخت. ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خود می‌فرماید که الله متعال با پیامبرش صلی الله علیه و خبر داد، خبر می‌دهد در میان محله‌های عرب و میان مردم اطراف مدینه منافقان وجود دارند و در میان اهل مدینه نیز منافقان بر نفاق خود باقی ماندند. از حذیفه رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و فرموده که در میان اصحاب من 12 منافق است که همش در میان اصحاب من 12 منافق است که 8 نفر از آنها داخل جنت نمیگردند تا شتر از سوزن گذرد. نووی میفرماید که در مورد گفتار او یعنی پیامبر صلی الله علیه و در میان اصحاب من معنیش این است که کسی که به صحابگان من نسبت داده شده اند، ولی آنها از منافقین بودند. بارک الله فیکم. بسیار درس مفید و مناسب بود و الله سبحانه و تعالی توفیق عمل را برای ما و شما عطا فرماید، نصیب گرداند و ما را از هر بدی ها دور بسازد و توفیق عمل کردن با آن گفتیم را نصیب روزی بگرداند. برای همه کسان خواهران و برادرانی که در درس اشتراک کردن و گوش کردن دعای نیک میکنیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بر بندگی عطا فرماید و از هر گونه بدی ها دور بسازد و بر هر گونه نیکی ها ما و شما را موفق بگرداند. موضوع خیلی مناسب و خوبی بود از این کتاب اصول سنت امام احمد بن حنبل در مورد نفاق و کفر که صحبت نمودیم و اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگر باذن الله تعالی در بیان نقطه دیگری که امام احمد می‌فرماید که همچنین بیان نفاق از حال نفاق بیتون را رسیده است. بیان نفاق هم رفتن میگیرد تسلیم شدن بر نصوص اگر که تعبیر آن را نداریم و بیان نفاق و دلیل‌ها بر بیان نفاق و منافقین امام احمد مثال‌های میارد، چیزهای میارد. ان شاء که در این مورد صحبت میکنیم و در مورد ترک گناه که ترک نمودن گناه معصیت 3 نوع است و دیگر مسائل هایی که در اینجا در این کتاب ذکر کرده است آنها را تلاش می‌کنیم که بر شما بیاریم و همچنین مسئله که چه کسی حق تکفیر نمودن را دارد و چه کسی ندارد را هم با شما ان شاء که در این مورد ذکر می‌نماییم و درس را جنبش می‌نماییم. درس گذشته ان شاء در مورد بهشت و دوزخ و حکم این کار کنندگان بهشت و دوزخ که امام احمد آورده است این مثال ها را با شما ان شاء الله که آن را ترجمه و بیان می‌نماییم اگر که زنده باشیم و سلامت باشیم باذن الله تعالی. در همین درس رو بهتون میرسونیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.